دانستنی‌های نمکی. نمک چاشنی غذاهای هر روزمونه، پس بهتر بیشتر بشناسیمش. نمک حاصل ترکیب سدیم و کلره که هر دو عنصر به مقدار مشخص برای کمک به عملکرد سالم بدن لازمه. اما چرا باید نمک یوددار مصرف کنیم؟ یود عنصر حیاتی برای عملکرد تیروئیده. چون منابع غذایی مصرفی ما به اندازه نیاز بدنمون یود ندارن، سالها پیش وزارت بهداشت برای حفظ سلامت مردم و کاهش تبعات ناشی از کمبود یود مثل عقب ماندگی ذهنی، سقط جنین و اختلال در یادگیری، نمک مصرفی و یوددار کرد تا مشکل کمبود یود و بیماری‌های ناشی از اون کمتر بشه که تا حد بسیار چشمگیری موفق شد. البته خود نمک یه مقدار یود داره ولی کافی نیست، پس بهتره نمک تصفیه شده یوددار مصرف کنید. بهترین حالت استفاده از نمک یوددار اینه که آخرین مرحله پخت غذا نمک رو اضافه کنید و دور از نور و رطوبت باشه و مدت طولانی نگهش ندارید چون یودش از بین میره. برای حفظ سلامت خود و عزیزانمون فقط از نمک تصفیه شده یوددار، اونم به میزان کم، مصرف کنیم.